بازی ایران و مصر در رقابت‌های گروهی جام جهانی که در سیاتل برگزار میشه قراره توش از کی حمایت کنن فکر میکنید؟ راهنمایی میکنم. با LG شروع میشه و ربطی به محصولات کره نداره. سربسته بگم جای دیگه حمایت کنن ما پخش نمی‌کنیم. برای الان گفتم جام جهانی خودتون باید حمایت کنید. سربسته تر بگم شماره بازیکنامون و بازوبند احتمالاً مهدی طارمی کاپیتانمون رنگین کمونیه، تک رنگ نیست. و اینجوری ببین یه بار دیگه با یه فرمول دیگه بگم که یا بازی ایران و مصر رو کشور خودمون پخش نمیکنه یا که دیگه بعدش راه باز میشه و لیگ انگلیس هم هر هفتهشو میتونیم ببینیم. این همه کشور 48 تیم، جیبوتی نمیدونم کیپ ورد همه هستن. ایران و مصر دو کشور مسلمان رنگین کمانی. خب مشکل دارید ما. دست گذاشتید رو خط قرمزای ما. میخواید قرمزشو بکنید قرمز، نارنجی، سبز، آبی و نب. با 3 تا بازی ما میخوایم ببینیم. بعد 4:30 صبح. شاید هم ببینید 4:30 میگن. پخش کنید ببینیم چی میشه.